روز و روزگارتان بخیر و شادی باشد بینندگان گرامی و آنهایی که توجه دارند به برنامه‌های تحلیلی شبکه تلویزیونی ورزش. اینک نشر نوبتی برنامه یورگول رو پیشنهاد شما میکنیم و اطراف مهمترین بازی‌هایی که در هفته گذشته در دایره مسابقه‌های گوناگون در کشورهای اروپا صورت گرفت ما مفصل حرف میزنیم. امروز در استودیو همراه من همکارانم قرار دارند. آنها را می‌خواستم ابتدا شناس کنم. فردوسی خورسند و ایمانبک شادیبکزاد. خوش آمدید به استودیو و دوستان گرامی. طبعا گفتیم رویدادها زیاد بود و نخست درباره رقابتی که در دایره فینالی جام لیگ انگلیا صورت گرفت حرف میزنیم. طبعا ما شاهد شدیم دسته نیوکاسل در برابر لیورپول اندر میدان رقابت شد و تقریبا بعد از 70 سالی بدون جایزه سپری کردن موسم ها دسته نیوکاسل توانست اولین جایزه خود را در همین مدت به دست آورد. خب رفتی رقابت چگونه بود و چرا لیورپول در دوام کم زیادتر از یک ماه از 3 جایزه محروم شد، در حالی که در ابتدای ماه فوریه گفته میشد که این باشگاه امکان دارد 4 جایزه را به دست آورد. اول از جام انگلیا به نصیب شدن، بعدا در لیگ چمپیون ها و همکنون میبینیم در فینال در مسابقه جام لیگ آنها ناکام میشوند. خب اول اینکه من این رو با تجربه خودی سرمربی سراول تکیه میکنم، یعنی که رب میدیم. بعد دومین چیزی که مخصوصا در همین بازی بود، این بعد فشار خیلی بلند بعد 120 دقیقه بازی با PSG که بگیم انرژی بازیکنان لیورپول تا حد کاستم گردیده بود. و سومین چیزی که بود این خودی همون انگیزه خودی دسته نیوکاسل بود که بعد چندین سال 70 سال اگر خطا نکنم به جایزگی اونها با روحیه خیلی دیگر با میدان اومدن تا اولین جایزه خود رو به دست بیارن و امکانات خیلی خوب هم بود. اونها استفاده بردن از همون بازی های وزنی یا همون انرژی صرف کنی آخری دسته لیورپول استفاده بردند و عین مدعا بود و برده توانستند و غلبه به دست آوردند. و فکر میکنم در هیئت یگان کمبودی نبود، فقط دروازه‌بان اگر خطا نکنم دروازه‌بانی واسه شده بود و همچنین ترنت الکساندر با سبب اوسیب. و فکر نمیکنم که نبودن این دو نفر برای دسته لیورپول که ما چند پیش چگونه که تو اشاره کردی مدعی اساسی برای به دست آوردن حتی 4 جام اون رو میدونستیم این یگان نقش جدی بازیده باشد. ولی دسته نیوکاسل در تمام موقع‌ها خوبتر بازی کرد. بونه که در مقابل دسته نیوکاسل لیورپول تمام به خود مانند نبود. مخصوصا صلاح، محمد صلاحی که در همه بازی‌هایی که در این موسم برگزار کرد حداقل یک امور داشت، یا گل یا پاس یا من از حسابی زدن ضربه ها و همون چی میگن دریبلینگ، اجرای دریبلینگ او حتما خیلی فعال بود. ولی در این بازی تماما صلاح به خودش مانند نبود و نیوکاسل از این چیز استفاده برده توانست، مخصوصا همون الکساندر ایساک و دیگر بازیکنانی که این دسته دارن با همون چست و چالاکی خود خط دفاعی دسته لیورپول رو بگیم یک نوع مغلوب کرده توانستند. و چیز دیگر این بود که من فکر میکنم اگر با زبان UFC اگر گذاریم با زبان MMA از همون اول بازی دسته لیورپول مثل یک اندردوگ بود در میدان، مثل یک دسته دوم در میدان نقش خود را اجرا میکرد. خیلی ضعیف بازی کردن. خب از میان عامل‌هایی که فردوس گفت به نظر شما موثرترینش کدام‌ها بودند ایمانبک؟ برای مثال بسیاری‌ها اشاره میکنند که همون 120 دقیقه بازی کردن و از نگاه روحی تیار نشدن بعد از شکست علم‌آور ولی از پاریس سن ژرمن اینجا تاثیر اساسی ترین داشت در رفتی رقابت. بله این چیز را یکی از عامل‌های کلیدی نامیدن ممکن است. رو ببینید بسیار از دستا وابسته به تقویم زیست داشتنی دوام موسم شکایت میکنند و خودی ریال مادرید دیدم بعد 66 ساعت باز به میدان آمد و رقابت‌های مشکل هم داشته بود. همین خیلی دیگر ببینید لیورپول به مثال دستای سیتی در موسم‌های پیشین البته ریال مادرید و PSG اونقدر هیئت ذخیره چخور ندارد که 2 هیئت یا 3 هیئت به مثال چلسی داشته باشد. ببینید با PSG 120 دقیقه همون هیئت اساسی برآمد کرد، باز بعد چند روز فینال به میان می‌بیاید که برای نیوکاسل البته جمله فیدرز اشاره کرد انگیزه بلند است. در همین فینال اگر جایزه به دست نوری باز کی میدوند که امکانیتی جایزه به دست آوردن به میان میاد. لیورپول باشد الکی آن مرحله فشاری سرباری فرا رسیده است. چند موسم پیش هم کلوب با لیورپول امکانیتی کوادروبل را داشتند و امکانیت داشته بود ولی اخیراً با 2 جام داخلی جنبست کرد موسم را. ببینید همین خیلی دیگر همین هفته ای که سپری شد 2 بازی مشکل با پاریس سن ژرمن
یک شکست نابهنگام از جام انگلیا و خود نیوکاسل یونایتدی که از یک جهت اگر خستگی با باعث سرباری شدید لیورپول باشد، از جهت دیگر نیوکاسل هم این حال در مجرای درست قرار دارد که ببینید از لحاظ آمار الکساندر ایساک بهترین نشانزن پرمیر لیگ انگلیا از روی شماره گل هایی که میزند. خود برونو گیمارای یک از نفران کلیدی که در خط میانه میدانی بسیار نفری فعال است. ما اگر بنگریم کیرن تریپیر هم یک دفاعگر کناری بسیار قوی، ما اگر از روی بازیگران علایده هم اینجا یک به یک مقایسه کنیم، نیوکاسل واقعا هم کمبودی ندارد و در خود همون رقابت معلوم بود که در برابر اون نفرایی که ما اشاره کردیم، نفران دیگر هم فونکسیون خود را به خوبی اجرا می‌کردند. ببینید جوئلینتون در همه رقابت‌های یک بر یک به خاطر دوئل پیروز می‌شد و لیورپول که تو شکست خوردن از پی اس جی بهترین دسته جهان عنوان کرده می‌شد و مگی دو ضربه مستقیم داشت در فینالی که جایزه به دست می اومد. بله و اون هم بعد از اون که حساب 2-0 الکی به فایده دسته نیوکاسل بود در آخری گیم وقتی در آخری قسم دومی رقابت دیده شد. خب در واقع باید بگوییم که دوره نوی تاریخی که برای نیوکاسل همگی چند سال پیشتر از این شروع شد بعد از اومدن سرمایه کلان از کشور عربستان سعودی آهسته نتیجه خود را داده ایستاده است. ادی خاو با این تیم یک دسته واقعا هم مبارز و رقابت پذیر رو با وجود آورد در عرصه داخلی، یعنی در چمپیونات هم هنرنمای عالی است و اینک در جام لیگ ظفر می‌یابند. خیلی خرسندی کردن و پیش از اون که آنها با نفرین دچار شوند، آنها قریب که یکی از دسته‌های همیشه مدعی برای به دست آوردن جام‌ها در انگلیس بودند. مثلا تو سال 1955 آنها یکی از دسته‌های پرقوت بودند و حتی ببینید که همین نفرین میگن، همین نفرین رو حتی شیرر شکست دادن و آنها باور داشتن با همون چیزی که مثلا سال 1955 کدام یک لولی رو آنها از میدان پیش کردن و او این دسته رو گرفته است با یک گفته، ولی آنها با این چیز واقعا باور داشتن. ببینید که خاو پیش از بازی در نشست مطبوعاتی گفت که با من این خیلی چیزها مثلا تاثیر نمیرسونن، یعنی یک نوع خرافات بله خرافات پرست نیستن، تاثیر نمیرسونن و اثبات هم کرد بعد اون. و یک مورد ایساک میگن ببینید برای ریال سوسییداد اومد بعد 34 سال برایشون جایزه آورد و نیوکاسل یونایتد که اومد باز بعد 70 سال برای اینم جایزه تامین کرد. ممکن به نزدیکی این روانش کنند که برای هم یک جایزه دیگر تامین کنند. به نزدیکی اینکه با یگان دسته لندنی مخصوصا با ارسنال بسیار دسته دادند با اون خاطر که ارسنال هم در اون سال‌های اخیر در چمپیونات انگلیس غلبه کرده نمیتواند. خب خواهیم دید و پیروزی تاریخی نیوکاسل رو یک بار دیگر تبریک میگویم. فکر میکنم در کشور ما هم علاقمندان و طرفداران این دسته هستند، مخصوصا بعد از اون که به در دوران صاحب استقلالی کشورمون در سال‌های 90 گزارش‌ها از جریان بازی‌های چمپیونات انگلیس نشر می‌شد. آلان شیرر فکر میکنم مهری مخلصان رو به دست آورده توانسته بود با هنرنمایی بسیار خوبی خود و ما از این اسطوره فوتبالی انگلیس هم در ورزشگاه ومبلی خیلی خرسندی میکرد از کامیابی دسته نیوکاسل.